عرض سلام خدمت دوستان، همکاران و همراهان همیشگی کد ستلایت شاپ. عزیزان، خوشحالیم که دوباره خدمت شما خواهیم رسید با ضبط یه ویدیو جدید. عزیزان، نگفته نماند، من قبلا یه کانال یوتیوب داشتم. این کلان مثلا دوباره انباکس میکنم و تو کانال یوتیوب جدید میذارم، چون اون به خاطر رهایی نکنه یه سری نکات فیسبوک متاسفانه از دسترس خارج کرد که من 18,000 ساعت داشتم که ویدیو نگاه کرده بودم. حالا اینو که شاید برای بعضی از دوستان سوال باشه که چرا به این تازگی این ویدیو ضبط میکنه یا انباکس میکنه. ما یه سالو خورده پیش این ویدیو ضبط کرده بودیم، گذاشته بودیم تو کانال تلگرام قدیمیمون که متاسفانه از دسترس خارج شد. هر کاری کردیم دیگه برنگشت و ناچار شدیم این کانال جدید دیگه ایجاد کنیم و دوباره ویدیوها ضبط کنیم و اونجا قرار بدیم. عزیزان، این بار خدمت شما خواهیم رسید با معرفی برند زیتی میدیا که زیتی میدیا در کل مدل های مختلفی داره، ولی 3 مدلش بیشتر در بازار موجوده. یه مدلش که GTX کمبو 8K هست، یه مدلش GT میدیای GT کمبو هست که هر دوتاشون اندروید هستن، ولی GTX 8K هست، GT کمبوش 4K هست. یه مدل دیگه هم که GT میدیای V8 USD هست، اونم کمبو هست. عزیزان، البته شاید برای بعضی از دوستان این کمبو چون سوال میکنن از بنده معنی چی داره. کمبو به معنی اینکه داره یه دستگاه جدا هست، بجز اینکه کانال های فضایی میگیره، کانال های محوری میگیره، کانال های دکل زمینی یا همون کانال های محلی یا لوکالی هم با آنتن سرخود یا آنتن پشت بام دریافت میکنه. یعنی کلمه کمبو تو هر دستگاهی که شما مشاهده کردید یا شنیدید به معنی اینکه یه دستگاه جدا هم داره برای دریافت کانال های محلی یا کانال های زمینی یا کانال های دکلی که میشه کمبو. جیتی میدیا محصولاتی که GTX و GT کمبو V8ش من که این مدل ها بیشتر دیدم همهشون کمبو هستن، یعنی یه دستگاه جدا هم دارن. و حتی جیتی میدیا این 3 مدلی که خدمت شما عرض کردم برای کشورهای اروپایی امریکایی که تولید میشه با از طریق کابل یا همون فیبر نوری هم میشه کانال های مثلا اشتراک بگیرن که در ایران این یا در مثلا خاورمیانه این سیستم فعال نیست. مثلا ما بخوایم اشتراک بریم یه سری کانال هایی داشته باشیم که باید ماهانه یا سالانه اشتراک پرداخت کنیم، مثلا خط اینترنت و اینا IDSL. جیتی میدیا یه دستگاه کاملی هست که برای دریافت کانال های محوری یا فضایی، کانال های دکلی یا زمینی یا محلی یا لوکالی و دریافت کانال هایی که از طریق کابل یا فیبر نوری دریافت کرد، این قابلیت رو دارن. یعنی 3 تا دستگاه داخل دارن. حالا این بار خدمت شما برای معرفی امکانات جیتی میدیا مدل GTXش که 8K هست خدمت شما خواهیم رسید. اینجا هم دقت اگر کنی میتونم مشاهده کنم که DVB-S یا DVB-S2 یا DVB-S X مثلا نوشته. اینجا هم اشاره کرده دریافت کانال های محوری که محوره زده، دریافت کانال های دکلی یا زمینی که میشه DVT2 یا TITCS یا DVB مثلا از طریق کابل. یعنی اینجا خودش اشاره کرده دریافت کانال های محوری، دریافت کانال های محلی همون کمبو، دریافت کانال های کابلی، اشتراک کابلی. داره بلوتوث هست، داره وای فای هست که وای فای هم 2 تا باندن 2.4 و 5 هست، بلوتوثش هم که نوشته 4 و 1. بعد دالبی هست برای صدا، خشاب خور است، یعنی خشاب جدا میخوره که کارت رو داخلش بذاری. 2 گیگ سرعت داره که رامش 2 گیگابایت نوشته. بعد
رمش که حافظه داخلی 32 گیگ است. سی پی یوش آموز لوجیک است. دول کور است که اینجا مشخصات کامل زده. سیستم عاملش اندروید 8K هست، اولترا اچ دی. بعد پی وی آر ولی هست، یعنی برای پلی کردن فرمت های پی وی آر رو. بعد یه اپلیکیشن جدا هم داره به اسم جی تی پلیر، پلی استور جدا داره. کارت هم میخوره، بجز خشاب کارت هم میخوره. بعد دوباره مستقیم هم ساتا کارت میخوره، 6 ساتا هارد میخوره، یعنی هارد خور هست که هارد ساتا هم کوچیکا هست. بعد یو اس بی ورژن 3 هم داره که ما یو اس بی ورژن 2 3 معمولا رنگش آبی هست، سرعتش بالاتره. حتی بعضی عزیزان دقت کنید، بعضی از خود فلش میمورایی که تو بازار هست میخری ورژن 6 رو حتما خرید کنی که سرعتش بیشتره و معمولا رنگشون هم آبی هست داخلش. اگر نگاه کنی همون پلاستیکی که داخلش رنگش آبیه. بعد لنم داره. این قابلیت های کل جی تی ایکس است که خیلی مختصر و عالی هم تشخیص توضیح داده. بعد عزیزان هیچ اکانتی متاسفانه نداره، یعنی فاقد اکانت هست. خدمت شما عرض کنم. حالا بریم برای انباکس کردنش که اطلاعات بیشتری توضیح میداده. این قسمت هم اینجا که جی تی ایکس مدلش کومبو، بعد اشکال اولترای اچ دی. حالا برای انباکسش ببینیم. میخوام زیاد شلوغ نباشه. اینا حالا یه کارت گارانتی هست که متاسفانه نمایندگی نداریم ما تو ایران و کاربردی نداره. اینم که دفترچه راهنماش است که فاقد زبان فارسیه. واسه این که ویدیو زیاد طولانی نشه من ایناشو زیاد توضیح نمیدم. حالا بریم سر اصل کار. فعلا کارتون رو بذاریم کنار که زیاد شلوغ نشه. عزیزان اینجا که همانطوری که به طرف بالا فلش زده میشه قاپش رو جدا کنیم برای گذاشتن هارد ساتا میتونیم اینجا قرار بدیم. بعد چیزی که من توی جی تی میدیا مخصوص جی تی ایکسش یه چیزی کامل متفاوتی دیدم داره. یه فن هست که روی سی پی و یه هدسینگ خیلی عالی که این خودش اگر تحت هر شرایطی مثلا سی پی داغ بشه از طریق یه سنسور که NTC بهش میگن، اگر اشتباه نکنم این NTC دیگه مثل مقاومت عمل میکنه یا مثل کلید عمل میکنه که اگر داغ بشه از خودش جریان عبور میده و مثل کلید دیگه فن وصل میکنه و شروع به کار میکنه تا زمانی که خنک بشه. مثل همین سنسورایی که روی دستگاه های زیادی هست و روی حتی ماشین ها هم هستن، ماشین های ایرانی خودمون که زمان شما مثلا ماشین هم خاموش میکنی که رادیاتورش مثلا داغه خودش فناش فعال تا زمانی که خنک میشه به اون درجه‌ای که نیاز داره مثلا خنک کردن به اون درجه میرسه. این یکی از خوبی هاش که من دیدم. بعد هارد میخوره. عزیزان اینجا هم دیگه که ما بحث کومبو کردیم این LMB لنه، یعنی LMB اینه، یعنی ورودی LMB خط LMB. اینم آنتن پشت بامی ها یا کابل، همون کابلی که خدمت شما کردم مستقیم خشاب میخوره، کارت میخوره. اینجا هم دیگه مستقیم خشاب میخوره. این دو تا خشاب میتونیم بذاریم، خشاب کارت بذاریم روشو دیگه اگر بخوایم با کارت باش کار کنیم، چون داره هیچ اکانتی نیست، هیچ IPTV نداره. بعد صدا به صورت اپتیکال یا دیجیتال، خروجی صدا و تصویر به صورت آنالوگ یا سفیش، بعد خروجی تصویر به صورت HDMI، این به صورت دیجیتال، این خروجی تصویر به صورت آنالوگ. لن پاورش هم یعنی آداپتورش هم 12 ولت هم ایشون 12 ولت هستن، بعد 2 آمپر هم هستن. اینجا هم دیگه همانطوری که خدمت شما توضیح دادم این USB 3 هست که روش هم نوشته رنگش هم آبی، اینم USB 2. بعد پنل نوشتاری هم هست داره، هیچ دوگنه هم نیست.
عزیزان یه چیزی دیگه خدمت شما دوستان توضیح بدم. دقت کنی اگر بتونم خدمت شما بتونم نشون بدم اینجا از این جکش که مثلا خروجی صدا متصل به صورت آنالوگ هست، اگر دقت کنی آخرش یه میکرو سویچ گذاشتن. این میکرو سویچ زمانی که دستگاه تحت هر شرایطی دچار هنگ باشه، فلش نخوره، خب زمانی که نیاد بالا مثلا شما کنترلش کار نکنه، هنگ نکنه یا اصلا نیاد بالا ریست خاموش بشه، میشه این میکرو از یه مثلا چوب کبریتی از یه چیزی همینجا فرو کنی، میکرو سویچش رو فشار بدی، یعنی دستتو نگاه بداری، بعد آداپتورش رو وصل کنی، دستتو نگاه بداری تا که روی تصویر شما وارد قسمت بوتش میشی یا ریکاوریش میشی، میتونی از اونجا مثلا فلش بزنی، ریست فکتوری کنی، پس خوردی چیزی مثلا تغییر دادی یا تو رفتی، به هر حال میشه هر عملیاتی که بخوای روی دستگاه انجام بدی. حالا این دستگاهش بریم متعلقاتی که داره. داره دو تا BNC هست که در صورت نیاز بخواهیم بهشون نیاز داشته باشیم. دو تا BNC هست که مثلا میتونیم ما اگر همون کابلی که خدمت شما عرض کردم اشتراک کابلی یا آنتن پشت بام، معمولا اول مثلا میتونیم اینو استفاده کنیم. اگر بتونم بازش کنم، خیلی راحت عزیزم. ببین چون این به صورت چیز نیست، پیچ نیست، یعنی همینطوری راحت فشار میدی، بعد مثلا آنتن پشتی بام اگر یا چیزی داشته باشی، اشکالی داشته باشه، همینجا قایم میکنیم، اینم دیگه راحت جدا میشه. این BNC ها این کاربرد داره. حالا این دو تا BNC داره، بعد اینم یه برچسبی هست اگه بخوای مثلا نیاز باشه، به صورتی که جایی نیاز باشه استفاده بشه. یه کابل، بعد کنترل و آداپتور. عزیزان کنترلش فوق العاده کنترل با کیفیتی است واقعا. من واقعا از نظر روانی صریح هم داره IR هست، هم بلوتوثی هست، بعد وایس اینتلیجنت داره، یعنی همون دکمه که مثلا فشار بدی توی گوگل بخوای سرچ کنی، توی اینترنت بخوای سرچ کنی، مثلا شما به صورت صوتی بهش دستور میدی، بهش فرمان میدی که میشه وایس اینتلیجنت. بعد این قسمتش هم مخصوص تیوی هست که بخوای با تلویزیون ست کنی نیاز به کنترل تلویزیون نداشته باشه، یعنی یه کنترل کفایت کنی. این یه آداپتور خیلی با کیفیت هست که 2 آمپر، بله خوشبختانه 3 آمپره، 12 ولت و 3 آمپر که تا آمپرش بالاتر باشه برای خصوصا موتور دیجگردون خیلی بهتر عمل میکنه. عزیزان یه چیزی که لازم میدونم توضیح بدم خدمت دوستان عرض کنم، متاسفانه بعضی از فروشگاه ها یا بعضی از افرادهای سودجو یه تبلیغات هایی میکنن که من خودم چون کردستان هستم و خودم میدونم که وضعیت جیتی میدیا اصلا از کجا وارد بازار ایران میشه، به اسم این که میگن جیتی میدیا استوک هست یا تعمیر شده هست از سمت عراق وارد بازار ایران میشه. این مطلقه دروغ بزرگی هست و من شنیدم از کسانی که مثلا دارن این کارو میکنن از خودشون مستقیم به من نگفتن، چون جرئت نمیکنن اینو به من بگن. میگن یه ترفندی هست برای فروش این که پول بیشتری از مشتری بگیریم. گفتم مواظب این چیزا باشی. جیتی میدیا مستقیم از شرکت میاد تو و هیچ آدم همی استار میدیا استار اینا از عراق میاد، شرکتشون از عراقی هستن، حتی صاحبشون هم میشناسم، ولی اونو حتی بگی مثلا تعمیر میشن و استوک میشن و فلان میشن، اینا دروغه
من نمیدونم یعنی این آدم واقعا چطور میخوان کاسبی کنن یا پولی که میخوان پیدا کنن چطور در خور خانواده میدن که با این پولا واقعا بجز این که خیر و برکتی درش نیست و در آینده دچار مشکلاتی میشن با لقمه حرام، با پول حرام یا با دروغ و کلک بخوایی چیزی آدم یه پولی پیدا کنه، واقعا این پول برکت درش نیست. واسه این خدمت عزیزان لازم دونستم این نکته اشاره کنم که فریب این افراد نخوری. الان مثلا من موارد کننده مستقیم جی تی میلی هستم و قیمتی که من میدم شاید خیلی از دوستان نتونن این قیمت بفروشن. دلیلش این که مثلا ما کردستانیم، از چین مستقیم میاد عراق، از عراق مثلا کردستان عراق میاد، از اونجا مستقیم مثلا از غرب وارد بازار میشه، وارد ایران میشه که ما میتونیم ارزونتر بفروشیم به نسبت اون دوستانی که مثلا تو تهران تشریف دارن یا تو شهرهای دیگه تشریف دارن. چون همین جایی دستگاه رو بفرستی 350,000 تومان روی تعداد حساب میکنن، چون گرون قیمتی هست دیگه، هر عددش 300 تا 350 تومان میگیرن. خب این پول میاد اضافه میشه به قیمت دستگاه. عزیزان امیدوارم که این ویدیو مورد رضایت شما قرار گرفته باشه. تا یه ویدیو دیگه شما را به خودم میسپارم. عزیزان ما کانال تلگرام داریم، گروه داریم، سایت داریم. سایت ما لوازم کالا هست. کسانی که ما را نمیشناسن واسه اینکه به ما اعتماد کنن میتونن گروه، کانال یا همون سایت لوازم کالا که خوشبختانه نماد اعتمادم گرفتیم میتونن خرید انجام بدن. تا یه ویدیو دیگه شما را به خودم میسپارم.